کدامی از شما بهشت میخواهید؟ کدامی از شما بهشت میخواهید؟ بیا. بله در بهشت گوسفند میشه. بعد پیامبر سلام واقعا دستی راست گوسفند را دوست می‌داشتند، خبر دادند. صحیحش رسولان و پیغمبران پادبانی میکردند یا اینکه مخصوص گوسفند چرانی؟ ما من نبی الا وقد رعى الغنم. یگان پیغمبری نیست که گوسفند چرانیده باشد. وقتی خوردن گوشت گوسفند به کس واجب نمیشد که طهارت را عوض کند، اما وقتی که گوشت اشتر را میخورند، گوشت شتر چی؟ گفتن طهارت. در اکثریت دولت‌های اروپایی گوشتی که حلال ذبح کرده شده است امروزها یافت نمیشود، اما برخی از علما میگویند که گوشت را که گرفتی بسم الله گو خوردن گیر. اگر رفت یک مسلمانم طبق دین عمل نکند گوشت او را خورده نمیشه. قریب همه دولت‌های اروپایی یک قانون مهربانانه دارند برای ذبح کردن مال. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی از جانب الله تعالی برای تمام عالم است. با قوه برق زده کشتن حرام است، باید خون جاری شود. به نام علی میکشند حرام است، یا بسمیل میگویند فقط. خوب به نام کی آخر؟ او هم باش قبول نشه. پولش پاره خوری، درآمدش پورا پاره خوری است، خوردنش همش حرام است، فرزنداش همش حرام تربیه می‌یابد. فردا این فرزندا عاقل پدر میشه. خوردن همه جای گوسفند حلال است. یعنی منظوری بعضی از دوستداران گوسفند هست که هر جایی نازک گوسفند را نیز میپرسند آیا این را خوردن ممکن است یا نه. به نام الله بخشاینده مهربان. امروز این صحبت ما با داملا سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فکولته حدیث ها دوام دارد و ما در طبیعت هستیم. و امروز صحبت ما خوش آمدید میگویم سر اول شما را و صحبت یک صمیمی است. سهراب جان، یک روز بود ما با دوستان به خریداری گوسفند رفتیم و یک چراگاه بود. از آنجا گوسفند را وقتی خریداری میکردیم یکی از برادران، یکی از دوستان گفتند که خب انتخاب کن کدامش بهتر است، کدامش برای تو پسند است. و خب به موافقه رسیدیم. یک نفر داخل به همان چراگاه شدند و گفتند که به سوی همان گوسفندان اشاره کرده گفتند کدامی از شما بهشت میخواهید؟ کدامی از شما بهشت میخواهید؟ بیا. یعنی به گوسفند اشاره کرده. گفت آیا در بهشت گوسفند میشود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله در بهشت گوسفند میشود. در حدیث ها آمده است که گوسفند از مال بهشت است. و درباره گوسفند نیز بسیار حدیث ها آمده است و همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز چندین بار اشاره ها شده است ذبح گوسفند. یگان معلومات درباره گوسفند میگفتید؟ در هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دیگر گوشت ها گوشت گوسفند را دوست می داشتند. بنابراین یا یهودی زنک وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان را مهمان کرد پرسیده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گوشتی را دوست می دارد؟ گفتند که گوشت گوسفند. بعد باز پرسید که کجای گوسفند را دوست می دارد؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا دستی راست گوسفند را دوست می داشتند، خبر دادند. بعد همانجا را بسیارتر زهرآلود کرد. وقتی که گوسفند را آورده ماندند پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ناله به دهانشان نزدیک کردند یا یک رسانیدند که گوشت به سخن در آمد. گفت که من زهرآلودم، مقصد نخورید. این یکی از معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که حتی مثلا گوسفندی که کشته شدگی از تو بی جان است سخن کرده بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفتند که دست بردارید که این گوسفند برای من خبر داد که این زهرآلود است. و با همون یک ناله که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دهان رسانیده بودند، همین تأثیری همین عاقبت پیامبر صلی الله علیه و سلم با همین زهر وفات کردند. یعنی همین دلیل دارد و همین حدیث قوی است که این حدیث صحیح است.
و این چونین این خیلی درباره معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم است که واقعا حتی نباتات و درخت‌های و سنگ‌های و به پیامبر صلی الله علیه و سلام میداد، اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم میکرد. این بابی معجزه است. لیکن اگر به گوسفند برگردیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ام هانی گفتن که یا ام هانی اتخذی غنما فإن فيها برکه. ای ام هانی گوسفند چران، چون در گوسفند چرانی برکه است گفتن. و ترغیب کردن گوسفند مال مبارک است گفتن، به برکه است. و یگان پیغمبری نیست که گوسفند چرانیده باشد. ولی بارها ما در برنامه‌های دانش و سنجش هم استفاده کردیم و آنجا گفته بودیم که چارواداری گفته بودیم یا پادبانی گفته بودیم. صحیحش رسولان و پیغمبران پادبانی میکردند یا اینکه مخصوص گوسفند چرانی؟ پادبان یعنی عام است. بله. حتی می شود گفت خوکبان هم پادبان گفت. ولی منظور پیغمبرها فقط گوسفند چرانیده بودند. ما من نبی الا وقد رعى الغنم. یگان پیغمبری نیست که گوسفند چرانیده باشد. ولا انت یا رسول الله، شما چی یا رسول الله؟ ولا انا، منم گفتم كنت ارعاها على قراریط لاهل مکه. من در یک وادی به نام قراریط در مکه گوسفندان اهل مکه را میچرانیدم. هر یک پیغمبر غیر از اینکه یک کسب علاهیده داشتند، با گوسفند هم چرانیدگی هستند. هر یک پیغمبر گوسفند چرانیدگی هستند. یعنی پادبانی گفته در عموم گفته نه. پادبانی مخصوص گوسفند میچرانیدند. و به جانب گوسفند چرانیشون با دیگر کسب داشتن. هر حضرت آدم مثلا دهقان بودن، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تجارت میکردند، حضرت داود آهنگر بودند و حضرت زکریا دوریدگر بودند، موسی دوزنده بودند و همین گونه. و من بار شنیده بودم که وقتی خوردنی گوشت گوسفند به کس واجب نمیشد که طهارت را عوض کند، اما وقتی که گوشت اشتر را میخورند گفتند باید که طهارتش را نکنند. همین را اگر واضح تر میکردید تا بله. همین راست است. در سنن ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که یا رسول الله وقتی گوشت گوسفند میخوریم طهارت کنیم؟ گفتن نه. گوشت شتر چی؟ گفتن طهارت کنیم. گوشت شتر طهارت را میشکند و گوشت گوسفند طهارت را نمیشکند. یعنی کسی که طهارت دارد و گوسفند تناول میکنه طهارتش نمیشکند، اما شتر میشکند. قول صحیح میشکند. و بهترین قول در حق برای چی گوشت شتر طهارت را میشکند، این غیر معقول المعنا. امرهای شریعت یعنی چی؟ امرهای شریعت به دو تقسیم می شود: معقول المعنى، غیر معقول المعنى. معقول است، معناش معقول است، یعنی عقل میگیرد. مثلا الله تعالی شما نماز خوانید، نماز از فاحشه‌گری، از منکر، از کارهای بد نگاه می‌دارد. نماز واقعا نماز اگر درست باشد انسان از فاحشه، از عملهای بد نگاه می‌دارد. اگر کدام آدم نماز خوان باشد و کاری فاحشه کنه، کاری گناه کنه، این خلل در نمازش است، نه در امر الله تعالی. یعنی گپی الله تعالی راست است، فقط عیب در نمازش کابد، نمازش مکمل نیست. نماز از کارهای بد نگاه می‌دارد. معقول است معناش. یا قمار بین مردم بدبینی پیدا میکند، عداوت، دشمنی پیدا میکند. برای همین هم شریعت حرام کرد. معناش معقول است. یا گوشت خوک حرام است برای اینکه ضرر دارد برای بدن انسان، برای روح انسان، برای آبروی انسان، ضررهای مادی و معنوی دارد. اما گوشت اشتر چی در اینجا؟ گوشت اشتر چی ربط دارد؟ مقصد این که گوشت شتر وقتی که انسان میخورد برای چی طهارتش میشکند نمیشکند؟ غیر معقول المعنا. معناش غیر معقول است. یعنی تا اینکه مسلمان تسلیم شود. بله. یعنی همه شاید 90% زیاده از امرهای شریعت معقول المعنا است. معناش فهمیده میشه. برای چی الله امر کرد، برای چی الله نهی کرد، معناش مردم میفهمه. لیکن هست امرهایی که غیر معقول المعنا، مردم نمیفهمه. برای مسلمانی انسان از همینجا یعنی که باید اثبات شد. مسلم
مسلمان شخصی که به سخنهای الله و رسول تسلیم میشه. پیامبر اسلام گفتن که گوشت اشتر طهارت را میشکند، تمام میشکند. همین خیل انا همین رو میخواستیم که شما شنویم. و یک چیز دیگر دوملو، من در اکثریت دولت‌های اروپایی گوشتی که حلال ذبح کرده شده است امروزها یافت نمیشود. اما برخی از علما میگویند که گوشت را که گرفتی بسم الله گو خوردن گیر، اما معلوم نیست که چگونه ذبح شده است. در این باره شما چگونه میتوانید برای مردم عامی یک مصلحت دهید؟ مقصد این است که انسان باید در طعام خود، غذای خود احتیاط کند. هر طعامی را بخورد، هر گوشتی را بخورد که باید بسم الله الله اکبر گفته شده باشد. ذبح مسلمان باشد. ذبح یهودیت و نصارا در قرآن آمده است که برای ما حلال است، به شرطی که اونها طبق دیناشون عمل کنند. اگر رفت یک مسلمان هم طبق دین عمل نکند گوشت او را خورده نمیشه. مثلا بعضی قصاب‌های ما یک دو سه گفته میکشتیم به جای بسم الله. مسلمان هستند، تاجیک هستند، به جای اینکه بسم الله الله اکبر گوین یک دو سه میگم، خورده نمیشه. یعنی این گونه گفتن قطعا ممکن نیست. غیر باید نام الله تعالی را گرفته شود. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. شما نخورید از آن قربانی هایی که در آن نام الله تعالی ذکر نشده است. شما با آن می‌دارید برای اینکه اگر شما فراموش کردید، دیگه شما بسم الله نگفتید، بله برای فراموش نکردگیتان الله تعالی شما را جزا نمی‌دهد. شما گناهکار نمیشید، لیکن گوشت حرام شد. این قول صحیح است. یعنی آنهایی که میخورند گوشت را و آنها نیز ضرر میرسد، یعنی که آنها ندانستند، گفتند که شاید همین گوشت مسلمان کشته است و به بسم الله کشته است و آن را خریداری کردند و خوردند از نادانی. آنها چی میشوند؟ اگر آنها ندانسته باشند هیچ باکی ندارد. و یک سوال دیگر، امروز به همه معلوم که در قریب همه دولت‌های اروپایی یک قانون مهربانانه دارند برای ذبح کردن مال و پیش از آن که ذبح کنند با قوه برق اول استفاده میکنند برای گرنگ کردن یا که برای کشتن چاروا و بعد از آن ذبح میکنند. اما در بعضی از این گونه کارخانه ها مسلمان ها کار میکنند و میگویند که ما وقتی که کارخانه را کارش را آغاز میکنیم و بسم الله آن همون تگمچه را پخش میکنیم، یعنی که تگمچه هم برق را پخش میکنند. اول با قوه برق میکشند و بعدا ذبح میکنند. این گونه مال، این گونه گوسفندها یا این چاروا حلال است یا حرام؟ من در یک نقطه سوال شما جواب میگویم. گفتید که مقصد مهربانانه، آنها مثل آنها میگن مهربانانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله تعالی وصف کرد که رحمت للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی از جانب الله تعالی برای تمام عالم است، حتی برای چارودارها هم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در حق عالم هم که میراثخوری پیامبر است صلی الله علیه و سلم، تمام حتی مورچه ها در سوراخی هایش، ماهی ها در آب استغفار میپرسد. برای چی؟ برای اینکه واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی برای تمام عالم بودند. از جمله گفتند که و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وقتی که شما ذبح میکنید، چاروا را میکشید، چاروا را راحت کنانید گفتند. و ولیحد احدکم شفرته، یکی شما کاردش را تیز کند گفتند. ولیوریح ذبیحته، ذبیحه خود را راحت کناند. این دلالت میکند که راحت ذبیحه در کارد تیز است. بنابراین با قوه برق کشتن حیوان نادرست است، برای اینکه خون نمیبراید، اون حرام است. با قوه برق زده کشتن حرام است، باید خون جاری شود. و بهترین راهی که چاروا ذبح کرده می شود این راهی بریدن گردن است، یعنی گلو هست که با این واسطه خون با شدت میبراید و جان حیوان با آسانی میبراید و راحت میکند. اون مسئله بسم الله پیشینتون یک جایی گفتید که مقصد در اروپا
مردم بسم الله میگویند و میخورند. بسم الله میگویند و اول پخش میکنند انا همون. پیشتر سوالم داده بودید که مقصد مردم گوشت یهودا و نصارای خریده میبینن و بسم الله گفته میخورند. گوشت یهودا و نصارا درست از خوردنش همون وقتی که آنها بسم الله گفته باشند، چون که در طبق دین آنها باید بسم الله گویند. چخیلی که الله تعالی گفت که وقالت الیهود عزیر ابن الله، یهودا گفتن که عزیر پسر الله است. و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا گفتن که مسیح پسر الله است. یعنی آنها کلمه الله رو استفاده می‌بردن. الله نام الله تعالی است، بزرگترین نام الله سبحانه و تعالی الله است. بنابراین یهودا و نصارا این استفاده می‌بردن و طبق دین یهودان و نصارا باید آنها در وقت ذبح چهارم بسم الله الله اکبر گویند. وقتی که آنها به دینشان عمل نکردن حکمشان مانند اون مسلمانایی که به دین عمل نکردن. مثلا به نام حسین میکشن بعضی مسلمان ها، حرام است. به نام علی میکشن، حرام است. یا بسمیل میگوین فقط. بسمیل چی معنی دارد؟ به نامی. خب به نام کی آخر؟ اگر فقط بسمیل گفته کشد حرام است. باید بسم الله و الله اکبر مثلا اقلا باید بگوید. اما آن گوشت هایی که از آن یهودان است، نصارا است، مسلمان است، کسی که نباشد بسم الله اگر گفته نشده باشد قول صحیح از آنها خورده نمیشد. و آن دلیلی که از حدیث عایشه میبیارند رضی الله عنها که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه میپرسند که یا رسول الله و ما گوشت هدیه شد. واقعا به پیامبر صلی الله علیه و سلم به عائله‌شان خانه‌شان گوشت آورده دادند. و ما گوشت هدیه آوردن یک مسلمان هایی که دین مسلمان شده بودن، دین اسلام قبول کردن، امروز به پیامبر اسلام گوشت هدیه کردن. یعنی درباره آن یهود و نصارا گپ نمی رود. نه، مسلمان لیکن دین کافر بودن. حدیث و عهد بکفر، آنها دین یک کافر بودن، امروز مسلمان شدن و به ما گوشت هدیه کردن. لا ندری اذکر اسم الله ام لا، ما نمیدونیم که آیا آنها نام الله تعالی رو ذکر کردن یا نکردن. نه که مسلمان هستن آنها، فقط ما نمیدونیم، چون که در یک روز انسان همه احکام شریعت نمیدوند که آدمی که دین کافر بود امروز همه چیز نمیدوند، لیکن آنها مسلمان هستند. بنابراین ما خوریم یا نخوریم پیامبر شما بسم الله گویید و خورید گفتن. یعنی شما به این حدیث اهمیت دادین، به از آن نصارا نیست، از آن یهود نیست، از آن مسلمان ها هست که فقط در ذبح مسلمان ها شبهه دارند. بنابراین در دیاری که مثلا آنجا مسلمانی هست و همه مسلمان ها زندگی میکنن، در آنجا پرسجو در این مسئله علما میگن حاجت ندارد. یعنی گوشت مسلمان های خریده خوردن میگیرید عمومی مسلمان ها. لیکن در دیاری که مثلا در اروپا، در روسیه باید تحقیق کنید، تاکید کنید این گوشت کی ذبح کرده است، کی کسی کشت است، مثلا بسم الله گفته است یا نگفته است. یعنی شما دیگر تفسیر میتید به آنهایی که میگفتند که از یهود و نصارا گوشتشان را با بسم الله گفتن خورده میشود، یعنی این نیست، باطل است، یعنی درست نیست. بله، در مسئله گوشت احتیاط کنم. برای آنکه سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه یا رسول الله چیکار کنم که دعای من استجابت شود، اجابت شود، قبول شود؟ گفتن که اطیب مطعمک، تو گفتن مطعمت حلال کن، طعامی که میخوری حلال کن، دعات قبول میشد. گفتن یکی از سبب‌های قبول نشدن دعا حرام بودن مطعم است. یک برادر تاجیک یعنی که همون آن چیزی که میخورد اون حلال نیست، به همین خاطر دعا اجابت نمیشد. بله، اگر همه شرط‌های دعا اجرا کند ولی اگر مطعمش، مشربش، طعامی میخوردگیش حرام باشه، می نوشیدگیش حرام باشه، دعاش قبول نمیشه. اگرچه همه شرط های دعای به جا آورده است، طهارت کرده است، رو به قبله آورده است، دست برداشته است، مسافر هست، تمام آداب دعا رو به جا آورده است، دعاش قبول نمیشه. آیا ایمان هم به خوردن مال حرام پست و بلند میشه؟ بله، البته وقتی که حرام کی کرد، خوردن گوشت حرام این از جهت شریعت ممنوع است، یعنی حرام است، کاری گناه کرده است. وقتی که کاری گناه کرد ایمان پس می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کل لحم نبت من سحت فالنار اولی به، هر گوشتی که
از پول حرام میسبزد آتش دوزخ برای اولا هست. یعنی باید بدن انسان، گوشت انسان و گوشت فرزندانش با لقمه حلال تربیت. مقصد از لقمه حلال بگذار اگر گوشت بسم الله الله اکبر کرده باشد، مثلا حلال باشد، گوشت گوسفند باشد، پاک و حلال باشد، لیکن پولش هم حرام باشد، او هم دعاش قبول نشه. پولش پاره خوری، درآمدش پورا پاره خوری است، خوردنش همش حرام است، فرزنداش همش حرام تربیت می‌یابد. فردا این فرزندا عاقل پدر میشن. غالبا این فرزندها نه پدر احترام میکنن، نه مادر، نه قدر دین دانند و نه دیگر. برای آنکه گوشت آنها از پول پاره، از پول ریبا، از پول قمار، از پول حرام سبزیدگی هست. برای مسلمان در این مسئله باید جدی بیند. تشکر زیاد، خیلی خوب، موضوع خوب هم بود و یک چند سوال خوب با ما آمده رسیده بود. در آخر من این سوال رو برای شما دادنی هستم چون سوالی به نهایت شوق‌آور هم هست. خوردن همه جای گوسفند حلال است؟ یعنی منظوری بعضی از دوستداران گوسفند هست که هر جایی نازک گوسفند را نیز میپرسند آیا این را خوردن ممکن است یا نه؟ بعضی مخصوصا بعضی عضوهای تناسل، بعضی جاهایی که قصابه ها آن جاها رو بریده میپرتایند. لیکن من منظور شما رو فهمیدم. اینجا مسئله بعضی علما مثلا مکروه گفتن. مکروه به معنای نخوری خوب است. نخوری خوب است مقصد از جهتی آنکه در عرف چیزی نامشان بیزیب هست، مثلا از همین جهت نخور گفتن، مکروه هست گفتن. لیکن یکان دلیل از جانبی الله تعالی، از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم به حرام بودن او قطعیاً نآمده است، بنابراین صراحتاً حرام گفته نمی شود. خب جایهای خوبی دیگر دارد گوسفند و بعضا این سوال خوب تبسمی کس را می آورد، واقعا همین خیلی هم هست. اما ببینید که مثلا جایهای از همه بهتر و با مزه‌تر، با لذت دارد گوسفند، اما هستند نفرانی که شاید دوست داری همون جایهای نازک گوسفند باشند. لیکن یک چیز که مقصد حالا شما امروز گوسفند پخته ایستادید و درباره گوسفند سوال میکنید. یک شب پیامبر صلی الله علیه وسلم بی نهایت گرسنه بودند و خیلی که مادران مومنان میگوید ماه‌ها میگذشت در خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم آتش درگرانیده نمیشد. چی بود طعامتان خاله؟ گفته وقتی که پرسیدن گفتن که الاسودن، دو چیزی سیاه بود، خرما و آب. یعنی خرما چیزی خنک است، آب چیزی خنک است. آتش درگیراندن، طعام گرم و بدن دیگر خیر هست. بسیار وقت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گرسنگی را پسی سر کردگی هستند. یک شب گرسنگی بی نهایت در درجه بلند بود که مجبور شدن به کوچه برآمدن. وقتی که به کوچه برآمدن بعدی نماز خفتن، خیلی بعدی گذشتنش ابوبکر را دیدن و عمر را دیدن و پیامبر صلی الله علیه و آنها را پرسیدن که ما اخرجکما، چی شما رو در این نصف شب از خانه هاتان برآورد؟ گفتن که گرسنگی. پیامبر صلی الله علیه و گفتن که قسم به نام الله منم از خانم برآورد آن چیزی که شما نه برآورده است، یعنی گرسنگی. بعد به خانه یکی از انصاری ها رفتن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و با همراهی ابوبکر و عمر وارد خانه شدن، خرسند شد صحابه و به دستش کارد را گرفت و به سوی گوسفند رفت. برای ذبح کردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و ایاک و الحلوب با گفتن یگان شیردهنده فرزندار مقصد ذبح نکنی و گفت که امروز گفت در دنیا از من دیده شخصی نیست که مهمانی عالی مرتبه داشته باشد. در عموم دنیا شخصیتی که بهترین مهمانهای در خانهش دارد این من هستم امروز. واقعا راست گفت. وقتی که گوسفند مقصد کشت و پیامبر اسلام و صحابه آوردمان آنها خوردن، در آخرش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از خانه هاتون شما را گرسنگی برآورد.
و به خانه هاتون بر نگشتید مگرم با شکم سیر، روز قیامت از همین نعمت پرسیده میشید. گفتم روز قیامت همین یک مراتبه تمام خوردگیتان با شکم سیری خوردید، روز قیامت پرسیده میشید. گفتم یعنی اینم درباره گوسفند. امروز در مهمانی ما در طبیعت داملا سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث ها بودند و شما را خوش آمدید میگم. در واقع یک محیط خوب بود، محیط در واقع یک صحبت آزاد بود و ما بعضی چیزهایی که نمیدانستیم درباره ذبح گوسفند و من درباره گوسفند معلومات پیدا کردیم. بیهوده ما این گونه محیط طبیعت را نیز انتخاب نکردیم و یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم تا آخری های آینده.